سلام علیکم، حالتون چطوره؟ از اونجایی که هنوز عیده میگم عیدتون مبارک. خوش اومدین به این ویدیو. این ویدیوی پارت 2 اتاق تکونیه. با کیتی اومدیم برو که میخوایم اتاق رو بتکونیم و الان دارم یه قهوه درست میکنم. دقیقا نمیدونم امروز چند شنبه است، فکر کنم دوشنبه است و ششم عیده. ساعت نزدیک 4، 10 دقیقه به 4 تمام برم شروع کنم شده 4 و امیدوارم تا 7 اینا تموم بشه، چون 7 باید بریم عید دیدنی. 3 ساعت یعنی وقت دارم. اگه واقعا کار کنم پشت هم فکر کنم برسم. دارم به خودم سوخت رسانی هم میکنم. ببینیم خوراکی چی داریم باهاش بخوریم. نداریم، خالی میخوام. خورما داریم، با خورما هم میشه خورد. ببینیم حجم کار امروز واقعا بالاست و من به حجم کار امروز که فکر میکنم استرس میگیرم، چون قفس خرگوش هم هست. مثلا خود تخت رو قراره جا به جا کنم، کتاب خونم رو جا به جا کنم، میزم تمیزه، تو کمدم تمیزه، ولی خب اساسیه دیگه. واقعا نمیدونم تو 3 ساعت جمع شه. اگه نشه بقیهش میفته برای آخر شب یا فردا. الفین قرار نقل مکان کنیم. آقا مامان اومد کلی کمک کرد ویو و هوا رو. مامان اومد کلی کمک کرد و اینکه خیلی پیش رفت اتاق حقیقتا. الوین رو ببینید. آره خلاصه دیگه. ولی این و سمت اتاق رو ببینید. مامانم با استایل گنگ سلام کن. بابا این لباس کارگریه. سلام. آره خلاصه تو این اوضاعیم دیگه. آقا قفس فعلی، قفسش که همینه، یعنی اینه، این شکلیه، ولی حالا خوشگل‌تر میشه. اون آبه ها، اون آبه همین این ریخت. این فعلا قفسه و حالا خوشگل‌ترش میکنم، ولی میخوام بریم عید دیدنی. وضعیت بقیه جاهای اتاقو ببینین پشماتون میریزه که هلو چقدر نامرتبه. فقط تنشانزی که دارم توی کمد و کشوها مرتبه. حالا اینا که من مامانم هیچ، ولی این وضعیت اسفناکه اتاقه. حالا درستش میکنم، خیلی جای نگرانی نداره. بریم عید دیدنی. هلو از روز دومی که از روز دوم پارت 2 اتاقو بیان بهتون نشون بدم. این از قفس ایشون که تقریبا تکمیل شد. بعد الان اون قاب اونجاست و من نمیدونم چه برای بسترش بیارم دیگه. رو تختم و اینا، مثلا اینا رو باید بکنم. بعد یه گلدون برگشت از اون بالا، خاک رو زمینه. و اینکه این طرف هم یه ذره تمیزکاری کنیم. بعد مامانم بیاد اینا رو ببره اون بالا. 2 تا چیز می‌خواستم بهتون بگم. یکی اینکه اون این ولاگ به این جالبی که دوست داشتم نشده حقیقتا، و بابت این موضوع منو ببخشید، چون نمیتونستم مثلا دیروز فیلم بگیرم، خیلی همه کارا هول و سخت بود. و اینکه حالا یه ویدیو دیگه بعد از این ویدیو احتمالاً میبینین که روم توره و اتاقمو میخوام بهتون نشون بدم. حالا امروز که من کار دارم این کارا رو میخوام بکنم، 1 ساعت و نیم اینطوره فقط وقت دارم، به خاطر اینکه دوستم میخواد بیاد خونمون و دعوتش کردم بیاد دیگه. بدوم برم تو کار اتاق و کارمرم. آقا اوکی، این ولاگ اونجوری که دوست داشتم نشد، ولی اگه دوست داشتین برین پارت 1 رو ببینین، بقیه ویدیوها رو هم ببینین، چنل رو سابسکرایب کنین. ویدیو زیاد میذارم، قسمت شورت هم ویدیو باحالی داره. و اینکه اینستاگرام هم اینجا میاد، اگه دوست داشتین فالو کنین، اونجا هم روزمرگی و اینا رو میذارم. یه نمای کلی از اتاق بهتون بدم. اتاق الان کامل مرتبه خب، ولی یه خورده کاریایی داره. مثلا اون عکس‌ها رو باید جمع کنم یا ایشون رو باید بردارم. یه خورده کاریای کوچولویی دارم، اما اتاق الان در تمیزترین و زیباترین حالته. یه تمیزکاری کوچولویی آینم ولی کثیفه. یه تمیزکاری کوچولویی انجام میدم فردا. از فردا روم تور براتون میگیرم و روم تورش رو هفته بعدی جمعه بعدی براتون میذارم. الانم میخوام برم ماهی درست کنم که شورت ویدیو بگیرم براتون.
پس تا تا ویدیو ویلاگ بعدی خدافظ.